دنیا همه ساعته و عمر تو دمی از بحر دمی عمر ابد آمد. حقیقتا برادرای عزیز و گرامی، اگر مقصد بگیم خودش همین حیات یک ساعت باشد، عمر ما در این حیات یک دمه. و یک قصه را میارم، همین را میگم انشاءالله دامی که مولوی جنونی الله رحمتش کنه در معدن حالش از زمان حضرت ابراهیم میاره. میگه به آخر وقتی امتهای احمد یک بگیم نفری را در یک بیابان دریافت میکنن. امتهای پیشین عمرهای دراز داشتن. بعد یک آدم دریافت میکنه در بیابان. بعد میگه چند ساله ای؟ میگه 400 ساله. بعد میگه یگان خانه داری؟ میگه که حضرت همین 400 سال عمریه که من خانه کنم. برادر عزیز، دوروی سهم یوان ارگینال با صفت در یک ماه 3 پچکه استفاده کرده می شود. در یک روز 2 مرتبه خورده می شود. سحر بیگاه بعد از خوراک در یک ماه 10-15 کیلو وزن می دهد. از نام شبکه حاجی میرزا گپزنی تخفیف کرده می شود. رقم‌های واتساپ کودک‌هایی که از پیشاب تنقیصی میکشند و تست پیشاب میکنند، پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستیت اونریوز رو توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی رو حل کنید. برادر اکای اسماعیل اینجا خیلی از نوروش میبره ویدیو نشون میده داروهایی که برای فربه شوی و برای پرستات و برای ریش و برای تمام چیز هست. کسی مثلا چی دوره که هست، چی دوره گیاهی هستن، انشالله در این برادر هستن. مزه پزه برای میاندرد، سردرد، دولن دل، جگر، مثلا خون زیاد کردن، پادرد، همش هست در این برادر. زنگ بزنیم اینای من انشالله اینای من زنگ بزنه باگیجی رو دستاف کرد به پلا. برادری که اکای نور محمد در شهر مسکو تاکسی کار میکنه. 4-5 ماشین داره، ماشینش از نشون میده. کسی که حجتش تمام شده گرانیسا میروه تاکسی بوارینوک نداره، مرحمت در این نمبر زنگ بزنید اکای نور محمد. نمبر رو ما گپ میذاریم +7 926 319 59 61. اکای نور محمد نمبر رو در روی نور هست. 400 سال عمریه که من خانه کنم. این عمری نیست که من را که این اکبر ما به خانه سازی بگذارونم. این چی شد؟ همین را حضرت اکه در رشته نظم درآورده است که به آخر وقتی امتهای احمد به عمر اندک معمیری بهد، به عمر 20 و 30 و 40 و 50 بسازن قصرها در اوج برین. بین یعنی گفتال یک امت میآید، امتهای احمد میگن در آخرهای زمان عمرهاشون 20 30 40 همین تا همین 50 60 همین عمر دارن. لیکن امارت سازی های ایها را ببینی، قصر سازی های ایها را ببینی. حضرت علی و زمان اگر مقصد تا حیات باشی ببینی انگشت حیرت میگذاری. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازه ای پیر خوشحال. تبسم کرد و پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد بودی من کردم در سجده مسند. با یک سجده بکردم من تمامش، و روز حشر میدادم سلامش. نزیبد کس به این 2 روزه فرصت، گذارد طاعت و سازد امارت. تبسم کرد پیر وقتی که این سوال دادش، گفت به عظمتیش قسم اگر امر ما رنگ همون امتهای احمد باشه 20 30 و 40 مقصد این را من در یک سجده بودش میکنم. همین یک سجده قدیگو دی عمر ما میگذارونم. گفت این چی جایزه بندگی داره که من در یک امر اندک مقصد به یک کار مشغول شم که اکثر امر ما در همون صرف شود. برای برادرای عزیز و گرامی این دلالت بر اون میکنه که ما باید به قدری وقت ما برسیم. همین وقتی که الله برای ما تو جدا کرده است، این وقت بسیار عالی. همین $100 صورت فرانکلین است. همون بنجامین فرانکلین این یکی از اساسگزارهای دولت امریکا است. همین فرانکلین بسیار دیپلمات
بسیار معرخ، ولی اگر هم یک بارک در چیزی تاریخچه بنویسین در اینترنت هم خیلی آدم دانشمند بودن. همین جناب میگه که اگر وقت بزرگترین چیز باشد، بزرگترین چیزی ما در دنیا اگر وقت باشد، پس بیهوده صرف کردن همین بزرگترین تلفات است. مادامی که این مقصد قیمتترین، حقیقتا برادر عزیز یگان چیز در ارزش به وقت نمیبراید. زیرا این وقت برادر عزیز رفت، این میوازی وقتی که رفت این دیگه بازگشت نداره. وقت ذخیره کردن نمیشود. ببینین این وقت نمیشود که ما ذخیرش کنیم. وقت نمیشود برادرای عزیز که ما با یک کس معاملش کنیم. برای این وقتی که میگه قیمتترین چیزی ما که وقت باشد، پس بیهوده گذراندنش این بزرگترین تلفات است. برای این ما حرکت کنیم برادرای عزیز که از سخن این دانشمندا هم استفاده برده و همین قیمتترین آن چیزی که از ما وقت است ما را بیهوده نگذرانیم. زیرا برادرای عزیز حقیقتا وقتا رفته است. میگه بر لب جوی نشین دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آب روان میگذره. حقیقتا وقتا ما برادرها رنگ همین حرکت آب است و همین لایق دارد که لایق شعری میگه ساعت اگر خواب رفتی، ساعت اگر خیستی، ساعتی دیگر ندانستی که دیگر نیستی. اگر یک ساعت خواب کردی، یک ساعت خیستی، ساعتی دیگر تا بدان که تو نیستی. این ساعت همیه، وقت همیه برادر عزیز. برای همین بابی سلیمان خداوند خیرها گفتیم یک 4 مصرع شعر که پند دهمت اگر به من داری گوش، از بهر خدا جامه تزویر مپوش. دنیا همه ساعت و عمر تو دمی، از بهر دمی عمر ابد را مفروش. ولی اگر دنیا همش منزله اگر 1 ساعت باشه، عمر ما در همین دنیا همگی 1 دمه، 1 دمک. برای همین به قدر این دم مقصد شما برسین که حقیقتا همین آدم میگن دم گفتگی یکم 1 دمه هیچ نیست. آخی الله مهربان بازم خاتمه همه مون به خیر و ایمان هامون با سلامت نگه داره و بابی سلیمان خداوند بازم توفیق و مغفرت شو کنه. و الله مهربان همیشه در این ناحیه شما فیض و برکاتشون، میل هاشون، خواهشاشون به دین خدا زیاد بگردونه. جمعی برادرای ما ای فیض آباد در مسافرتن، بسیار اینا خداوند سفرهاشون به خیر کنه، سفرهاشون مبارک کنه و با صحت و سلامت به خاندان رسونه. آمین یا رب العالمین. خیر در پناه خدا باشید.